کدام برنامه رو بیننده هستید؟ کدام برنامه؟ بله، لیتس بال. و در برنامه امروز میدونید که کی مرا همراهی میکنم؟ مسعود حسینی، اولین فرد برندگی جایزه پولیتزر از افغانستان، عکاس خبری. مسعود، آماده بازی هستی؟ بله. سلام علیکم. امیدوارم همه‌تون خوب و خوش باشین. امروز من مهمان برنامه لیتس بال هستم و امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. امروز مسعود حسینی در یک فرمت کاملا متفاوت اینجا در کنار من نشسته و تا چند لحظه دیگه قرار است که بریم بالینگ بازی کنیم و یک رقابت در میان ما قرار است شکل بگیره و در ضمن پرسش‌هایی را که شما برای من فرستادین بدون از اینکه حتی یک کلمه یا واژه‌اش تغییر بخوره از مسعود میپرسم و امیدوارم همینطور هم مسعود پاسخ‌های دقیق را برای شما بده. در پایان یک گیم دیگه هم قرار است بازی کنیم و او گیم این است مسعود که کسی که نمره پایین یا اسکور پایین رو میگیره باید این 6 بوتل را که عین زمان یک کاغذ خیلی شیرین هم دور دادگی هست 6 بوتل یک جا بدون کمک گرفتن از دست دیگه یا بدن خود یک دست باید برداره بلندش کنه. اگر موفق به بلند کردنش شدی پولایی که در دور بوتل البته تاخوردگی هست یا چی میفهمم ما پیچانده میش سهم خودت میشه و اگر نتونستی باز من انجامش بدی پولا رو سهم خودت میگیرم. قانون اول چی بود در بالینگ بازی کردن؟ چی است قانون اول؟ بعد اول کفش‌های مناسب شده بپوشید. دقیقاً کفش‌های مناسب بازی بالینگ میپوشیم و بازی را شروع میکنیم. مثلا توپ تو کدام توپ است؟ کدام فکر میکنم این رو باید بگیرم. عدد کدام کجا نو. عددش 9 هست نه؟ بله. خراب. اوه مای گاد. خب برو اولش صفر نبود. نه نقد صفر نبود. آفرین آفرین آفرین. اوکی استرایک میشه. دادم یک دانه ما. نه. Oh my god بسیار با فاصله کم تیر شد. میبریم است. این لعنت. آفرین آفرین یکیش ماند. آفرین اینم رفت. یکیش ماند. اوه نو. ببین تقصیر من نیست. نه ولی بازم خوب شدی. یک دانش ماند. پس با ایمان اولین پرسش میخوایی از اسمت شروع کنی؟ اوکی. خانواده و دختر خانمی که به خاطر عکس او دختر خانمه یعنی دختر پرترک حال شاید کلان شده باشه. بله بله. و او عکس باعث شد که شما جایزه پولیتزر رو بگیرید. در حال حاضر از شرایط و
حال هوای زندگی از اونا خبر دارین؟ از اون دختر خانم خبر دارین؟ بله آخرین بار فکر میکنم که 7 ماه پیش دیدمشان. بسیار هوا سردم بود یادم است، رفتیم خانهشان. خب طبق روال عادی زندگی خود پیش میبره، مکتب میره و فکر میکنم که یک مدتی هم رفته بود بر یک فراگیری گیتار، ولی در مجموع هنوز او روحیه و او شاک که از اون انفجار دیده بود هنوز دیده میشد در زندگیش. دشوارترین قسمت کار یک عکاس چون شما چیست؟ خب مسلم است که دشواری‌های زیاد داره عکاسی جنگ. امیدوار هستم که جنگ در افغانستان تمام شود، اما یکی از اون چیزایی که بسیار دشواری داره در این مورد این است که شاید خیلی از خبرنگارا تصور کنند کار بسیار ارزنده و شجاعانه است که هست، اما بسیاری از عکاسای جنگ متوجه اون ضربات روحی که وارد میشه بهشان را ندارند. مشکل ترین جای متاسفانه همین است و مخصوصا این که وقتی که به صورت مثال ما با آژانس‌های خارجی کار میکنیم، متاسفانه آژانس‌های خارجی به هیچ عنوان به صدمات روحی ما توجه ندارند. من مطمئن هستم که متاسفانه در افغانستان هم همچی وضعیت هست، یعنی حتی رسانه‌های داخلی هم به مسائل روانی خبرنگارانشان وقتی که میرن جنگ کور میکنن توجه نمیکنن. نگرش مسعود به سوژه ها. خب این یک مقوله بسیار پیچیده است. وقتی که ما برای عکس میریم و با سوژه های روبرو میشیم که شاید مشکلات داشته باشن در زندگی، کار خبر است و متاسفانه طبق تردیشن و سنتی که در دنیا وجود داره، خبر متاسفانه نگاتیو هست. همیشه یعنی تصور کنین وقتی یک پل ساخته میشه بسیار خبر شاید کم اهمیت باشه، اما اگر پل خراب شود و 2 نفر خدای نکرده جانشان از دست بدن، خبر بسیار بزرگ است. خب در این صورت وقتی که من میرفتم با سوژه های روبرو میشدم، باید دقیقاً دردشان را میفهمیدم. متوجه هستین؟ و این خیلی سخت است. شاید وقتی که بیننده میشنون از من فکر کنن یک چیز ساده است، خیلی سخت است. چرا؟ چون من باید صداقت داشته باشم در او آشنایی با درد. وقتی که من درد از اونا را میخوام حس کنم، باید صداقت داشته باشم تا اونا به من اعتماد کنن. و این کار من است. گفتن مسعود فرصت‌های زیادی برای مهاجرت داشته، اما چرا هیچ وقت نخواست از افغانستان بیرون بره؟ چرا نرفتن؟ خب ما کشورهای زیاد رفتیم، سفر کردیم و در اکثر او کشورها دیدیم که با وجودی که خب حالا این هر کسی هم قضاوت و مسائل خود داره، با وجودی که مردم افغانستان مهاجرینی که میرن و پناهنده میشن به او کشور، شاید آرام باشن از لحاظ امنیتی و مثلا از لحاظ سیاسی، اما از لحاظ روانی بسیار مشکلات داشتن. یعنی شما تصور بکنین که 20 سال طول خواهد کشید که شما بتانین با او جامعه خارج روابط برقرار کنین، آشنا شوید، دوباره از صفر شروع کنین و دوباره از صفر شروع کنین. من امیدوار هستم جنگ در افغانستان تمام شود، ما به صلح برسیم و من او به هر حال او وظیفه دیگه که من دل خود دارم، آرزو دارم که یک آکادمی فوتوژورنالیسم در افغانستان احیا کنم برای اولین بار و بتانم که اینجا بعد از خود عکاس‌های بسیار خوب، حالا در هر زمینه، نه تنها خبری، در زمینه فشن، در زمینه طبیعت، در زمینه ورزش، بتانم یادگار بگذارم از خودم. من هنوزم راضی نشدیم با آوردن این جایزه پولیتزر بر افغانستان که البته جایزه بسیار خوبی است و من بسیار خوشحال هستم که به نام افغانستان رو به دست آوردم، اما هنوز راضی نشدیم و دوست دارم بیشتر برای افغانستان کار کنم. آفرین.
بازم یک دانه من چی میگن؟ چشم او پنه صدقه کتما لچ میکنه دیگه. یا دست شد. بالاخره بازی جذابتر و جذابتر شده و رقابت خیلی شدید. بریم مسجد. حاضر؟ حاضر. خوب بود. من تصمیم گرفتم از به بعد آرام بازی کنم و آهسته بال کنم ببینیم که نتیجهش چی میشه. بسیار. آفرین. آفرین. بازم یک تا ماند. یکیش ماند. آفرین. Yes. Good, good. آفرین. آفرین. بازم یکی. من خوش میشم که شاتای تو به هدف نمیخوره. خیلی خوب زدی. چپ برو چپ برو چپ برو چپ چپ چپ. Sorry. No, no. کسی که پایین ترین نمره رو گرفته باشه از بین ما مسعود قرار است با بوتای کوری بلند یک شات خیلی عالی و وان باید اکسترایک باشه بزنه و ببینیم که بازنده کی هست. خب ختم بازی. مشخصاً کدام عکس شما تا کنون جایزه دریافت کردن و کدام جایزه ها را غیر از عکسی که جایزه پولیتزر را گرفتن؟ بله. من یک دانه عکسم هست که همه خبر دارن حدود 10 جایزه بین المللی گرفته و بعد از اون مجموعه کارهای من در زمینه حقوق بشر مثلا من جایزه گرفتم از مجموعه از کارهای مثلا وقتی که من از مشکلات خانم ها و نقض حقوق خانم ها و شکنجه هایی که شده بودن توسط خانوادهشان از اونها مثلا داشتم از کسایی که در جنگ مجروح شده بودن و بعداً ناتوان شده بودن اینا رو داشتم. 2 جایزه از این هم دارم و بعد در سال 2013 بله سال 2013 من یک مجموعه عکاسان جنوب آسیا است به نام ساخا که من به عنوان پرزیدنت از او از افغانستان انتخاب شدم بین تمام کشورهای جنوب آسیا. چرا مسعود اینقدر افسرده است و غمگین است؟ دقیقاً از کجا و کجای زندگی خود گیر کرده؟ خب همونطور که پیشتر هم براتون عرض کردم خبرنگاری جنگ بسیار مشکل است. من وقت سال 2002 آمدم و در واقع تلاش کردم که جنگ را من کور کنم و من سورس باشم برای تمام تاریخ افغانستان. بگم افغانستان نیاز نباشه برای او عکس هایی که نیاز داره بره به انگلستان و زاری و گدایی کنه.
من دوست داشتم که کار من انجام بدم و این خاطر تلاش بسیار زیاد کردم و عکاس جنگی شدم که بیشترین تعداد عملیات را در افغانستان کور کرد، هم با خارجی ها هم با داخلی ها و حتی با گروه های مخالف دولت. و خب مسلمه که تصور من وقتی که برگشتم به افغانستان سال 2002 این بود که شاید تا سال 2007 یا 8 من این کار انجام بدم و جنگ تمام بشه و برم به سمت کارهای بهتر و زیباتر دیگه، بتونم زیبایی های افغانستان نشان بدم، بتونم فرهنگ بسیار خوب را که سراغ داشتم از افغانستان به عنوان کسی که از بیرون از افغانستان آمده بود اونا را نشان بدم، بتونم روابط زیبا را نشان، بتونم عشق در افغانستان نشان بدم، بتونم صلح نشان بدم. اما متاسفانه تا امروز نشد و مسلماً آدم ناراحت می باشه که چرا نتونست کار انجام بده. این چند اسمی را که براتون میگیرم به ترتیب توصیف کنم. بله. اولین نفر کسی که من خیلی دوستش دارم، رویا حیدری. اونم عکاس هستن، خانم رویا حیدری و شما کارایشون هم دیدین. توصیف دوستی بسیار خوب و وفادار است و ما بعضی وقتا در مورد عکاسی با هم گپ میزنیم و بارها برش گفتیم که بیا و در گالری من نمایشگاه انجام بده و تنبلی کرده. دومین نفر دکتر عبدالله. دکتر شخص بسیار مهربان است دکتر صاحب عبدالله و من در تمام این مدتی که کاندید بودن، حالا نه این کاندیداتوری از ما که خلاص میشه من فکر کنم بعد از این دوره دیگه خلاص شد، ولی به من همیشه امکان کوریج و پوشش تمام سفرهای خدا دادن و هیچ وقت نه با بادیگاردهایشان و نه با اطرافیانشان مشکل داشتیم و هر وقت که خواستیم بهشون رسیدیم. فرزانه واحدی خب شخص بسیار بسیار پرکار، جدی و توانمند است. گلبدین حکمتیار. متاسفانه از ایشان اصلا خوشم نمیاد. ایشان کسی هستند که کابل را نابود کردن. من کابلی هستم، درست؟ و مسلماً کابلی اگر باشین متوجه میشین که کی کابل را خراب کرده. داود ناجی؟ خب آقای داود ناجی دوست من هست و من در وقتی که ایشان او جنبش روشنایی را در واقع جزء هیئت رهبریش بودن اداره میکردن از نزدیک با ایشان در ارتباط بودم و کارهایشان را تحسین میکردم. اما متاسفانه ما همه شادی را بگویم اینطوری میگم که امیدوارم به ایشان هم بر نخوره، ولی اگر هم برم بخوره دیگه کار چاره ای نیست. ما همه وقتی که به مقام پول موتر لوکس میرسیم متاسفانه تمام ارزش‌های خود از دست میدیم. ما بسیار تلاش کردیم تا امروز اینطوری نباشه. مریم سما؟ خب خانم مریم سما بسیار پرکار بودن و من فقط برشان تبریک میگم که نماینده پارلمان شدن، اما فکر نمی کنم که این تمام شده باشه. مردم و ما دوستانش دقیقاً بسیار ریزبین هستیم و تمام حرکات، رفتار، صحبت‌ها، مهمانی‌ها و کسانی را که بایشان رفت آمد دارند را زیر نظر داریم. صحرا کریمی. خب راستش بهتر میدانم در موردشان چیزی نگویم. اشرف غنی. خب راستش این مسلم است که یک موضوع سیاسی هست و امیدوار هستم که شما هم وظیفه خودتان انجام بدین. من با آقای غنی یک توصیه دارم، این که حداقل چند مشاوره درست داشته باشن که با مردم و در بین مردم باشن و آشنایی داشته باشن. نمیشه که همیشه شما جامعه را باد کنین ولی جامعه توی خالی باشه و بکفه. لازم نیست به مردم دروغ بگوین، لازم نیست به مردم قول دروغ بتین، لازم نیست به مردم کلان گپایی بزنین که صبا خودتان نمیتونین اجرا کنین. و حالا نوبت تریک شات هست. مسعود عزیز را جانش در خطر انداخته، یک تریک شات میخوایم امتحان کنیم بالاش. امیدوارم موفق باشیم.
حالا امیدوار هستم که بخیر تیر شود. هیجانی که این شاد داره نمیتونن تصور کنن، فقط ببینین. مثل ما دستی؟ پس مکان در اختیار خود قرار داره. و حالا نوبت گیم که براتون در ابتدای برنامه شرح دادم، نوبت گیم هست. ببینیم که برنده ای بازی که خواد بود و در پایان باز عموما اعلام میکنن که برنده کی بوده. و اگر در این گیم ما بازم مثلی که بالنگ باختم، مجبور هستم با بوت کری بلند بالنگ کنم. خودت میتونی بری. تو البته داری میبینی که من چی کار میکنم. من فکر میکنم این بار بتانم میره بلند کنم. دیگه کاری که از ما چی میگه برمیای همی است. توفه ناچیز. تبریک برنده شدیم. مجبور هستیم که با تمام وجود باخت قبول کرده و بریم جزای خود ببینیم. حالا چون خودت باختی باید این بوتای کری بلند بپوشی و یک شات کنی، یک بال کنی. و البته اگه اجازه پشت من یک بار میخوام فقط امتحان کنم که چه رقم امتحان کو پوشیدنشه، اما ما ازت میخوایم که یک بالم کنی لطفا. فکر میکنم که اگر بال کنم ممکنه واقعا دستم یا خودم جای نوگار شد با این منتاب یک امتحان فقط یک بار ببینیم چی میشه. یک شات مسعود، یک شات. اوکی تلاش خودم میکنم. پس اول میخوایم که تو امتحان کنی بعد از ما میرم. درست است؟ اوکی. بیا. مسعود جان خیلی آهسته، فقط خیلی مواظب باش. خیلی سخت است راه رفتن. حالا از دل خانما میایین؟ آفرین. من فکر میکنم بعد از این تو با همین بوت کری بلند باید بازی اگر اجازه بدن. سپاس از مسعود عزیز که امروز وقتش در اختیار ما قرار داد، در کنار ما بودن. هی رفقا، لیتس بال رو پیشکش شما کردیم. تشکر ویژه میکنم از تمامی شما عزیزایی که سهم فعال خود را در برنامه داشتید. منتظر هیجانی که در برنامه‌های بعدی برای شما رقم میزنیم باشید و فراموش نکنید که چینل زاویه میدیا، زاویه موزیک و زاویه کارتون و همینطور زاویه نیوز را سابسکرایب کرده و بیننده همیشگی ما باشید.